به نام خداوند مهربان. رادیو مهر تقدیم می‌کند برنامه‌ای که در آن می‌شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می‌کنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. السلام علیکم شنوندگان گرامی رادیو مهر. با آرزوی سلامتی و خوشبختی همه پدران و مادران سرزمین عزیزمان و آرزوی خوشبختی و عاقبت بخیری همه فرزندان این سرزمین، برنامه کاشانه مهر را آغاز می‌کنیم. همه ما مادران، پدران می خواهیم که کودکی ما با همه مهربان باشند تا زمانی که بزرگ شدند و به کمال رسیدند افرادی قدردانی باشند. اما این مسئله به وقوع نمی پیوندد مگر اینکه کودکی ما مهربانی را در زندگی تجربه کند و لذت آن را بچشد. مهربانی با کودک موضوع تربیتی بسیار مهمی است و ما پدر و مادرها باید نهایت صبر و حوصله آن را به کار بگیریم تا با فرزندانمان مهربان باشیم. با این کار می توانیم خانه را برای آنها به مکان امن و آرام تبدیل کنیم. در این شرایط هست که بچه می داند که مثلا اگر از چیزی می ترسد یا ناراحتی دارد می تواند با ما به راحتی و بدون اینکه مورد قضاوت قرار گیرد صحبت کند و در خصوص پیدا کردن راهی برای مقابله با ترس و ناراحتیش از ما مشورت بگیرد یا حتی شادی و خوشحالیش را با ما در میان گذارد. البته از همین طریق به افزایش اعتماد به نفس کودک ما کمک میکنیم و راه و روش را باز میکنیم که بتواند در آینده رابطه اجتماعی و صحیح را داشته باشد. کلاً اگر در خانواده رابطه به صورت صمیمی و بسیار عمیق و دوستانه باشد، خطرهای احتمالی زیاد از همه اعضای خانواده دور می شود. و چون خانه باید محل برای آسایش و آرامش همه اعضای خانواده باشد، بنابراین هرچی رابطه صمیمی با فرزندانمان داشته باشیم به همین اندازه در تربیت آنها موفق تر خواهیم بود. موضوع پرورش فرزندان در همه زمانها و جوامع
آنقدر مهم و آنقدر مورد تأکید قرار گرفته که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوانده می شود: فرزندان خود را اکرام کنید و با آداب نیکو با آنها معاشرت کنید تا آمرزیده شوید. در واقع تلاش برای پرورش فرزندان نیکو باعث رحمت برای والدین و آمرزیده شدن آنها می شود. گاهی برخی از ما والدین می گوییم که من فرزندم را خیلی دوست می دارم. آخر چگونه ممکن است یک پدر یا مادر فرزند عزیزش را دوست ندارد؟ خب انتظار غیر از این هم نیست. اما چطور می شود که والدین فکر می کنند که حتی لازم نیست دوست داشتنشان را به فرزندانشان نشان دهند؟ اما این طرز فکر صحیح نیست. زیرا هنگامی که کودک محبت و عشق مادر و پدر را نسبت به خودش احساس می کند، می تواند با اطرافیان و خصوصاً با پدر و مادر خود رابطه بهتری داشته باشد. بنابراین محبت قلبی برای کودک کافی نیست و باید آن را نشان داد. باید کودک این محبت را احساس کند. کودک از راه‌های گوناگون مثل نوازش، مهربانی این محبت را درک می کند و آرامش می یابد. کودک وقتی محبت و مهربانی ما را احساس کند، به اعتماد به نفس و خودباوری بیشتر می رسد. از این طریق کودک ما می فهمد که مادر و پدرش و در کل خانواده اش که نزدیکترین افراد به او هستند، همیشه او را دوست می دارند و حمایتش می کنند. یادمان باشد که بچه ها در همه مراحل زندگی به شکل‌های مختلف از پدر و مادرشان تقلید می کنند و از ما همه چیز را از جمله مهربان بودن را یاد می گیرند. پس اگر می خواهیم کودکی مهربانی داشته باشیم، باید از خودمان آغاز کنیم. برای فرزندانمان وقت بگذاریم. مثلا در سن کودکی با آنها بازی مورد علاقهشان را انجام دهیم. چرا که کودکان در درون بازی کردن زندگی را می آموزند. یا برایشان کتاب بخوانیم و اشتیاق آنها را به خواندن و دانستن بالا ببریم. یا اینکه همراهشان نقاشی کنیم، کار دستی درست کنیم، یا در فرصت‌هایی که می‌توانیم همراهشان به پارک یا خرید برویم. فرهنگ هدیه دادن را حتی با دادن یک دانه شکلات به او یاد دهیم و نشان دهیم که چقدر از با او بودن و یا که فرزندی مثل او داریم خوشحال و خوشبخت هستیم. دوستان عزیز، کافی است برای داشتن فرزندان مهربان برای کودکانمان وقت بگذاریم. پدر و مادران مهربان، همینجا برنامه کاشانه مهر را به پایان میبریم و شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org